time. It has the power to shape and transform the precious into something truly beautiful. Bowmore. یه ساعت خورده من تو راهم. مگه میشه آقا دانتان تا اینجا؟ کنم مثلا با شما باید ببینم. آره. همه در تصویر هستیم. 1 2 3 1 2 3. به به. عالی. ویسکی من اصلا کلا ویسکی خور نبودم هیچ وقت. یعنی همیشه موقع که جوان‌تر بودیم در واقع تو ایران ویسکی می‌خوردم سردرد می‌شدم یا مثلا کلا زیاد باش حال نمی‌کردم با بوش و با تیستش و اینا، چون حالا بالاخره جوان‌تر بودیم و چیزتر و اینا، بیشتر ودکایی بودیم. حالا نمی‌دونم شما اینجوری بودی یا نه. بعد یواش یواش دیگه مثلا یکم سنم رفت بالاتر، مثلا تو این مووی ها میدیدم مثلا طرف ویسکی باز میکنه میریزه و مثلا چه میدونم مثلا گادفادر توری و اینا، مثلا چرا اینو میخورن انقدر مثلا بدمزه، مثلا کافی. یادم یه بار خونه که دوستان بودم یه ویسکی گرانتس باز کرد که خیلی خوشم اومد، بعد خیلی هم گیراییش هم خوب بود، خیلی تستم دوست داشتم، با یخ و اینا که امتحان کردیم دیگه. یه ذره اومدم سمت ویسکی و بعد که اومدم کانادا 2015 اینجا در واقع یه ذره حالا عمومم اینجا بود، اون خیلی ویسکی خور و اینا بود. اون اولین بار اینو اونجا امتحان کردم که خیلی خوشم اومد و خیلی هم جالب بود. ما شب خوردیمش، بعد من شب اونجا خوابیدم و صبح بیدار که شدم دیدم کل محیط فضای خونه یه بوی مثلا چوب سوخته و چرم و اینا میده. مثلا گفتم بوی چیه، مثلا عطری چیزی زدم، بعدم نه مثلا ته لیوانه مونده اونجا رو بوشو چیز کرده. و واسه همین خیلی هم از تیستشو هم از چیزشو، مثلا کلا عطرهای تلخ و وودی هم خیلی دوست دارم. این بامور 15 ساله در واقع همون بامور 12 ساله است که 3 سال اضافه تر توی بشکه‌های شری نگرش داشتن. شری هم یه نوع شراب فورتیفاید شده است، یه ذره الکل بهش اضافه شده، شراب مخصوصیه و کلا نوشته که حالا علاوه مزه اون نوتایی که احساس میکنه یه چیزی مثل دارک چاکلت، شکلات تلخ به فارسی فکر کنم، کیشمیش و یه ذرم اسموکینس داره و نوشته که همون شریکست اون 3 سال آخر دوباره یه سری مزه‌های شبیه میوه‌های خشک دراید فروت و تاچ آف اسپایس، یه ذره طعم‌مزه ادویه‌جات رو روی زبون میاره. روی بو که اول اگه موافق باشی بو کنیم نوشته که کامبینیشن آف یه مخلوطی است، همون شری، اون شری کاسکا، اون شرابه، یه ذره دودی و یه ذره بوی مرکبات. حالا یه بو بکنیم ببینیم که احساس میکنیم. من مرکبات رو اول احساس کردم، مثل آره بوی میوه پرتقالی دقیقاً. حالا این دارک چاکلتش رو اگه هست پشتش زیاد نمیدونم، شری هم دیگه آره یه بوی تند اسموکی هم اسموکی هم هست. حالا یه ذره تیست کنیم همون فیوریت چی میگن مزه‌ای که رو ببینیم. به سلامت شما. مرسی. خیلی عالیه، خیلی خوب. آره واقعا تیستش. من الان تو این چاکلت رو دارک احساس کردم، تو مزه، تو بو نکردم. من تقریبا 2015 که اومدم کانادا، نزدیک 7 سالم قبلش من آمریکا بودم، فلوریدا بودم که اونجا اسکالرشیپ شدم برای گیم دیولپمنت، چون علاقم سافت‌ور و اینا بود. اومدم برای گیم دیولپمنت، اول اومدم کالیفرنیا، بعد دانشگاهم عوض کردم اومدم کلا فلوریدا دیگه. اونجا درس خوندم، بعد اومدم تو بیزینس، رشته بیزینس رو خوندم. بعد اینکه گریجویت شدم اونجا در واقع می‌خواستم کار بکنم و اینا، یه مدت با شرکت WWE کار می‌کردم، رسلینگ که کار ایونتشون و اینا رو انجام میدادم. با اونا بودم و با یه کوچولو هم تو میوزیک و فیلم پروداکشن و اینا. Make the dash, hide the stash, move really fast, too slow, gotta go. I'm a bro, you tell I
بعد دیگه خانواده اینجا بودن، دیگه موو کردیم اومدیم خانواده ونکوور بودن. اومدیم کانادا دیگه، در واقع اومدیم ونکوور. عموم اینجا، مادرم، پدرم و مادر بزرگم که فوت کردن چند سال پیش. مرسی. بعد دیگه اینجا اومدم تو فیلد دیجیتال مارکتینگ. دیجیتال مارکتینگ رو یعنی تو حالت وبسایت و SEO، SMO، در واقع کارهای سوشال میدیا و گوگل ادز و اینجور چیزا برای تمام فیلدا. ولی جدیداً فوکسمون بیشتر شده رو دنتیستا، یعنی فقط بیشتر با دنتیستا بیشتر کار میکنیم. تقریبا دنتیستای کارهای وبسایتشون انجام میدیم. دنتیستان بیشتر خب نیو پیشنت میخوان، مریض جدید میخوان و دنتیست هم خیلی زیاد شده تو شهر و اینکه مثلا چجوری بتونن مریض جدید بگیرن و اینا. تقریبا 3 سالم هستش که لایسنس ریل استیت دارم که کار ریل استیت نه انجام میدم، کامرشیال و رزیدنشیال. ولی بیشترین فوکسم رو کار خودم هستش که همین کارهای در واقع سوشال میدیا و دیجیتال مارکتینگ و اینا هستش. به نظر من یعنی تو کار خودم نقطه موفقیت من این بودش که تونستم اون فیلد بزرگ مارکتینگ که برای همه فیلدات رو میتونی در واقع مارکتینگ بکنی و من اومدم فقط کردمش تو دنتال. میوزیک و فیلم پروداکشن اون خیلی جالب بودش که من یکی از همکلاسیام توی کار در واقع میوزیک ویدیو بودش. بعد اینا یه شب دنبال چیز میگشتن، دنبال یه اکتر میگشتن که مثلا بیاد نقش یه چیزی رو بازی کنه. بعد به من گفتن و دیگه من رفتم اونجا و ما فری بودیم و بین چیزای ترما بود و دیگه رفتیم. خیلی جالب بود. فیلم برداری بود، تقریبا ساعت 5 صبح رفتیم تا فکر کنم 6 و 7 غروب بود که اون نقش رو به من دادن و من بازی کردم. And then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? خیلی خوبه. هرچی میمونه بهتر. آره. من یه ذره دیگه در مورد این ویسکی بگم که همون در مورد طعم‌مزه‌اش نگفتم که یعنی چیزی که خودش میگه ما که احساس کردیم همین نوشته خیلی طعم‌مزه گرم و طولانی داره و هینت آف اسپایس یعنی یک طعم‌مزه از ادویه‌جات میده. در مورد دیستیلریش بگم که دیستیلریش یکی از قدیمی ترین دیستیلریای اون منطقه آیله تو اسکاتلند. 1779 فکر کنم اون موقع بود که کانادا تازه داشته کشور می شده. خیلی 200 خیلی وقت میشه. 250 سال چقدر.